تلویزیون اینترنتی مستضعفین. کشور آلمان ثروتمندترین کشور اروپاییه. آلمان تقریباً تنها کشوری بود که در پی بحران اقتصادی جهانی توانست ثبات اقتصادیش را حفظ کنه. چندی پیش وزیر خارجه آلمان به ایران اومد و در برنامه دیدارهاش سری هم به دفتر جناب هاشمی رفسنجانی زدن. نکته جالب این دیدار اظهار شگفتی و تعجب وزیر خارجه ثروتمندترین کشور اروپایی از جلال و شوکت دفتر جناب هاشمی بود. این ساختمون که کاخ مرمر نام داره به جا مانده از دوره پهلویه که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام اون رو به عنوان دفتر مناسب شأن خودشون برگزیدن. سراح یاسر جایی در شمال تهران، منطقه نیاوران، نزدیک همون کاخهای معروف نیاوران و صاحبقرانیه. هفته گذشته فرزند شهید لاجوردی از بخت نامناسب خودش تو این سراح با ماشین یه خانم محترمی تصادف میکنه. این بنده خدا هم که نه خرج تعمیر ماشین خودش رو احتمالاً داشته و نه خسارت اتومبیل BMW X3 نیوفیس 2014 اون خانم محترم رو میتونسته گردن بگیره، زنگ میزنه به پلیس که حداقل از بیمه بتونه خسارتی بگیره. در همین احوال ماشین دیگه ای از راه میرسه و بلافاصله فرد مسلحی از اون بیرون میپره و این فرزند شهید رو مجبور به انصراف از پیگیری میکنه. بعدها کاشف به عمل اومد که اون ماشین BMW X3 2014 نیوفیس متعلق به همسر فرزند یکی از مسئولین بلندپایه کشور بوده و فرد مسلح هم یکی از محافظین اون خانواده بوده. البته اینو بگیم که جدا انتخاب نام سراح یاسر هیچ ربطی به یاسر هاشمی رفسنجانی نداره. از این دست مثالا کم نیستن که گفتنشون جرأت میخواد و شنیدنشون سعی صدر. کمی پایینتر از همون کاخ نیاوران حوالی خیابون پاسداران منزل چند هزار متری میرحسین موسوی معروفه. اون روزی که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نمیتونه علیه آمریکا اقدام کنه، آقای حسن روحانی خونه چند میلیاردی میشینه، صندلی هایی که میشینه توی تلویزیون میبینید مبلیست که از تخت شاه نرمتره. اون آدم میاد جلو آمریکا بیسته، اون آدم روحانیه که نجف و کربلای شیعه رو داره اسرائیل و آمریکا به خاکشو به توبره میبره، اون آدم میاد از عدالت امنیتی نام ببره. اینها بیشتر به یک جوک شبیه اگه فکر کردید مسئولین این کشور دنبال تحقق عدالتند. و عجیبتر اون که همین چند روز پیش بود که قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، با ذکر این توضیح در بند 5 اون که کسانی که اقدام به افشای دارایی مسئولین کنند مجازات خواهند شد. ولی تبعیض داره ملتو خیلی وقت اذیت میکنه. شما و جالبه که این تبعیض داره تئوری هم میشه. یه نقشه دوستان ما کار کرده بودن که بسیاری از مسئولین از گذشته تا به امروز رو نقشه تهران علامت زدن، خب که خونه هاشون کجاست. شما یه موقعی صدا سیما جسارت بکنین نقشه رو پخش کنین، بعد از مردم رأی بگیره که در حقیقت مردم راضی ان که مسئولین در ناز و نعمت و در بهترین مناطق و از سعادت آباد گرفته تا فرمانی و نیاوران و پاسداران فلان اینها گرفته در بهترین نقاط شهر و اون مردم دست به پنجه تحریم شدن. این درسته؟ ببینید اینها هست که مقاومت ها رو میشکونه. مقاومت شکنه اولا برای خود مسئول. اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. اون روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی کوخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکند، اون روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا میشه. اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخونیم. و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلاء مجلس از طبقه‌ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند.
نه از سرمایه‌داران و زمینخواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمیتوانند بفهمند.